برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود دنیا جمع شود، کل دنیا فعلا جمع شده علیه محمد کردن یعنی عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همی عقیده است، علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو به الله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کل از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود ولی است، با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه. رسول الله گفتی لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خو شرط است این تنصر الله، شرط است اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار داره. چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رساندن نمیتونه. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرد میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را دوست دارد، ضعیف کسی است که کار و زندگی با اولاد خود خوش دارد. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر بدید؟ همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. امی جان ناقصی مرا ای چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشیم که الله تو جان مرا قبول میکنی. از این خاطر ما انشاءالله ضعیف نیستیم، اما چه قسم میتونیم خدا کامیاب بکنیم؟ وقتی که رسول الله طفل یاد میده ای عقیده را، ما شما چرا اطفال خدا یاد نمیدیم؟ این ولس افغانستان یا مردم افغانستان ستم دیده هست، ظلم دیده هست، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یا را خشبه کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا، خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس، آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور که. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبریم بر چفک مردم استاد شود. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ملت به خیرخواهی دعوت بده.